سلام به همه ریاضیدان‌های خفن. به یه آموزش خوشمزه دیگه خوش اومدین. امروز می‌خوایم یه راز بزرگ ریاضی رو با هم کشف کنیم. چطوری یه عدد رو توی یه کسر ضرب کنیم؟ اونم با کمک چی؟ پیتزا! پس اگه آماده این، بزن بریم سراغ این معمای خوشمزه. خب داستان از اینجا شروع میشه. فکر کنین دیشب یه مهمونی حسابی داشتین و حالا 3 جعبه پیتزا روی میز مونده. اگه توی هر کدوم از این جعبه ها دقیقاً 2/5 پیتزا باقی مونده باشه، به نظرتون ما الان رو هم رفته چقدر پیتزا داریم؟ سوال خوبیه. خب اولین راهی که احتمالاً به ذهن همتون میرسه چیه؟ دقیقاً جمع کردن. یه راه کاملاً درست و مطمئن که هممون از کلاس اول باش رفیقیم. یعنی خیلی راحت میتونیم بگیم خب پیتزای جعبه اول یعنی 2/5 به اضافه پیتزای جعبه دوم که اونم 2/5 به اضافه پیتزای جعبه سوم که اونم 2/5. ولی یه لحظه صبر کنین، وقتی همه تیکه ها مثل هم هستن نباید یه راه سریع‌تر و باحال‌تر هم وجود داشته باشه؟ چرا؟ معلومه که هست. و اون راه خفن اسمش چیه؟ ضرب. یادتون نره بچه‌ها، ضرب همیشه مثل یه میانبر برای جمع‌های تکراریه. یعنی به جای اینکه چند بار یه چیز رو با خودش جمع کنیم، خیلی شیک و مجلسی میگیم چند تا دسته داریم، توی هر دسته چقدر داریم، بعد این دوتا رو در هم ضرب میکنیم. تمام. خب حالا برگردیم سراغ پیتزا هامون. ببینیم چطوری میتونیم این مسئله رو به زبون ضرب ترجمه کنیم. چند تا دسته داریم؟ 3 یعنی 3 جعبه پیتزا. توی هر دسته یا همون هر جعبه چقدر پیتزا داریم؟ 2/5. پس عبارت ما خیلی ساده میشه. 3 ضرب در 2/5. خب حرف زدن دیگه بسه. میدونیم بهترین راه برای اینکه یه چیزی تو ریاضی واقعاً تو ذهنمون بمونه چیه؟ اینکه نقاشیش کنیم. پس آماده باشین چون میخوایم این مسئله رو بکشیم تا با چشمای خودمون ببینیم چی به چیه. اول از همه فقط یه جعبه رو در نظر بگیرین. فرض کنین این مستطیل کل پیتزامونه. چون کسر ما 5 هست، پس اون رو به 5 تیکه مساوی تقسیم میکنیم. حالا چون 2/5 پیتزا داریم، 2 از این تیکه ها رو رنگ میکنیم. این شکل دقیقاً یعنی 2/5 پیتزا. حالا آماده این جعبه دوم هم میاد کنارش که اونم دقیقاً 2/5 رنگیه. و جعبه سوم اینم از این. پس الان ما چی داریم؟ 3 شکل 2/5 که کنار هم ردیف شدن. خب، حالا کار خیلی ساده شد. فقط کافیه تمام اون تیکه های کوچولوی رنگی رو تو هر 3 جعبه با هم بشمریم. آماده این؟ با هم بشمریم. 1، 2، 3، 4، 5 و 6. درسته. ما روی هم رفته 6 تیکه رنگی داریم. ولی اینجاست که سوال اصلی پیش میاد. 6 چی؟ واحد این 6 تیکه چیه؟ هر کدوم از اینا چه کسری از یه پیتزای کامل هستن؟ جوابش جلوی چشممونه. یادتونه که هر پیتزا رو به 5 قسمت تقسیم کردیم؟ پس هر کدوم از این تیکه ها 1/5 هستن. در نتیجه 6 از این تیکه ها میشه 6/5. به همین سادگی. دیدی نقاشی کردن چقدر کار رو راحت کرد؟ خب، نقاشی کشیدن که عالی بود و بهمون کمک کرد قضیه رو بفهمیم. اما فرض کنین سر امتحانیم و وقت نداریم. اون موقع چی؟ نگران نباشین. الان میخوام یه روش مخفی و سوپر سریع بهتون یاد بدم که دیگه اصلاً نیازی به نقاشی نداشته باشین. و این شما و این هم راز بزرگ. آماده این؟ برای ضربه عدد در کسر فقط و فقط کافیه اون عدد رو توی عدد بالایی کسر یعنی صورت ضرب کنین. همین. به همین سادگی. اما یه قانون طلایی خیلی خیلی مهم داریم که باید مثل روز اول مدرسه یادتون بمونه. عدد پایینی یعنی مخرج هیچ وقت اصلاً و ابداً تغییر نمی‌کنه. چرا؟ چون مخرج فقط اندازه تیکه ها رو نشون میده. اندازه تیکه های پیتزای ما که عوض نشد، فقط تعدادشون زیاد شد. پس به مخرج دست نمیزنیم و همون چیزی که هست رو مینویسیم. حالا خوب حواستون رو جمع کنین. میخوایم یه تله بزرگ رو بهتون نشون بدم که خیلی‌ها توش میافتن. بعضی‌ها میان عدد 3 رو هم توی صورت ضرب میکنن هم توی مخرج. این کار کاملاً غلطه.
بچه‌ها 3 ضرب در 2 پنجم میشه 6 پنجم، نه 6 پونزدهم. این اشتباه رو شما هیچ وقت نکنین باشه؟ خیلی خوب، دیگه حسابی را افتادین. حالا نوبت شماست که آستینا رو بالا بزنین و این روش سریع رو خودتون امتحان کنین. آماده این؟ یه معمای شکلاتی براتون دارم. فکر کنین شما 4 تا بسته شکلات دارین که توی هر کدوم 1/3 از یه شکلات تخته‌ای هست. رو هم رفته چقدر شکلات دارین؟ بیایم با هم با روش سریع حلش کنیم. عبارت ما میشه 4 ضرب در 1/3. خب قانون چی بود؟ عدد رو فقط توی صورت ضرب میکنیم. 4 یکی میشه 4 تا. مخرج چی؟ بهش دست نمیزنیم. پس همون 3 باقی میمونه. جواب نهایی 4/3. دیدین چقدر راحت بود؟ مثل آب خوردن. کارتون فوق‌العاده بود. خب، قبل از اینکه تموم کنیم بیاین خیلی سریع یه دور با هم مرور کنیم که امروز چه چیزای مهمی یاد گرفتیم. پس 3 تا نکته کلیدی امروز اینها بودن. 1. یاد گرفتیم که ضرب عدد در کسر یه جورایی همون جمع کردن چند بار اون کسره. 2. راه سریعش اینه که عدد رو فقط توی صورت ضرب کنیم. و 3. که از همه مهمتره، مخرج هیچ وقت تغییر نمیکنه. این 3 تا رو یادتون بمونه، دیگه همه چی حله. خب بچه‌ها، اگه شما هم حس می‌کنین ضرب عدد در کسر رو دیگه فوت آب شدین و آماده پرتاب به سمت مباحث سخت‌تر ریاضی هستین، یه ایموجی موشک تو کامنت‌ها برامون بذاریم ببینیم چند نفریم. راستی حتما بهمون بگین که دوست دارین ویدیوی بعدی در مورد چی باشه. منتظر نظراتتون هستم. تا بعد